رمضانشون همش خیر و موفقیت بود. آنهایی که بعد از رمضانشون همیشه و همواره اطاعت فرمان خداست، آنهایی که از معصیت و نافرمانی خدا اجتناب و پرهیز دارند. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. حمد و سپاس خداوندی که غم و اندوه را از ما دور کرد، ما را خوشحال و خوشنود کرد به لطفش، به کرمش، به پاداش‌های عظیمی که به ما داده است. ان ربنا لغفور شکور. پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزاره. این گفته اهل بهشت فردای قیامت بی اختیار بر زبانشون جاری می شود. کلمه حمد عزیزان بهترین تعبیر شکرانه به شکرانه خداوند متعال، بهترین تعبیری که حکایت از تشکر از خدا داشته باشد کلمه الحمدلله. در دنیا الحمدلله، در آخرت هم بندگان خوب الحمدلله میگویند. الحمدلله الذی احمدنا الذی احلنا دار المقامة من فضله. آن خداوندی که سرای جاودانه نصیب ما کرد. سرای دنیا سرای گذراست، مانند سایه گذراست، برای کسی باقی نمیمانه. چه بسیار بودن کسانی که در رمضان گذشته با ما بودند، در نمازهای ما شرکت کردند، در مراسم و حلقه های تلاوت قرآن ما حضور داشتند، اما امسال بین ما نبودند. و سال آینده که نگاه میکنیم چه تعداد از این جمعمون به رمضان آینده نمیرسند، ولی آخرت نه، سرای جاودانه است. الذی احلنا دار المقامة من فضله. اون خداوندی که سرای جاودانه نصیب ما کرد به فضلش. لا یمسنا فیها نصب. نه رنجی به ما دست میدهد، و لا یمسنا فیها لغوب، و نه خستگی و زحمتی به ما میرسد. اونجا همش نعمت است، آسایش است، شادمانی است، خوشحالی است. اخوانا علی سرر متقابلین. این پاداش بندگانی است که سابقون بالخیرات باشند، سابقون بالخیرات باشند. سابقون بالخیرات هم یک بعد دیگری داره که عرض میکنم. اونهایی که کار نیک انجام میدهند، اونهایی که فرمان خدا را با تمام وجودشون امتثال میکنن، هیچ وقت از عاقبتشون غافل نیستند. هیچ وقت به موفقیتی که در دنیا به دست آوردن دچار غرور نمیشوند، بلکه باز هم میترسند، باز هم بیمناکند که شاید به درجه قبول نرسیده باشد، شاید بعد از قبولی مردود شود، انسان دوباره برگشت بکنه. الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات